داروی داداشته، مکا شده داروی داداشت. امروز باشگاه نمیرم، امروز یک شنبه است. امروز یک شنبه است، شنیدم یه کارو بچه. این لایوهای صبح که من میام 200-250 تا واسه من آب میخوره، چون باید برم اون بر به دخترم باج بدم به خاطر این انرژی زیادی که دارم و پتانسیل خاطراتی که میخوام واسهتون تعریف کنم. شلوارم معلوم شد. نه امروز این شلوار رو نمیپوشم، امروز شلوار مشکی میپوشم. اینو همینجوری سر صبحی پوشیدم. پویان جان انشالله سریع خوب شی عزیزم. عزیزم ولم میکنی؟ یه 2 دقیقه اومدم بیرون رهاشم، یه 2 دقیقه ولم کن. نه تو لایو ولم میکنی، نه تو خونه ولم میکنی. دهن ما رو گاییدی بابا. ببین این از گلوم داره میره پایین، من کوفتم میشه. خیلی داغه، خیلی داغه، خیلی داغه. ریمیکس فارسی این هفته میاد. بابا یک شنبه چی کار داری؟ ولش کن، بذار حسینی باشه. دوست داره حسینی باشه، چی کارش داری؟ یادت محرم میرفتی. یک شنبه دوست داره یک شنبه ای باشه. عشقم من تو خواب نبودی؟ چی شد الان؟ چرا من تا میام بیرون بیدار میشه میای تو لایو من؟ تو الان داشتی 7 پادشاه رو داشتی خواب میدیدی، مثل یه قوی ناز خواب بودی. Good, yeah? Good, bro. I was just doing the survey the other day, and I forget the lady that gave me the car. So I just look at your name, and I put an Ahmed. Come on, bro. You know them ones. نشستم با داداشی یه دونه خوشو بشنیز کردم. بچه ها پرژیکت بیادبی نکنید یا بلاک میشید. تو غلط کردی فن منی، مثلا یه دونه پیامم ندادی، برو بلاک شد. با هم یارو یه دونه پیام به من نداده، تو هم بلاک شد. یعنی اولین پیامش شرط و پرته، نه یه استوری ریشه نه چی، بعد میگه من فنتم. خفه شو بار کام شو بابا، ما میشناسیم دیگه کی فن کی نیست. بچه ها من همه فیتا رو بستم خب، ولی تاریخ پخشش یه ذره عقب جلو دیرتره.
آشنایی با پرژیکت رو توی یوتیوب میگم. مزا التونیه، اون مزا نه، مزا التونی. یعنی ببین 7 نفر فوش دادن، اندازه ای که دوست دخترم کامنت گذاشت رفت رو مخم، اونا رو مخم نرفتن. بچه ها برید بهش بگیدم رو مخش نرو، اعصابشو خورد نکن. پرشیاکد داداش، من تلگرام رسانه ها چرت و پرت چک نمی کنم. اونا تا صبحم دیگه بگن، من دیگه تا صبح چک نمی کنم واللهی. فیت با بانیو بستم، منتظر تاریخ بخشش باشید. ما هیچ وقت با هم کات نکردیم. داستان میدونی چی بود؟ توی مرچ اگه گوش بدید میگم زیر بلی دیگه نیستم غریبه. send my girl to ching down 3 نقطه. داستان میدونی چیه؟ این که مثلا اون شخصی که گفته بود زندگیتون نابود میکنم، بعد زنگ میزنه تلفن فوت میکنه، فکر کردم مثلا میشینه دوستان صحبت میکنه، مثلا اون صحبت پشت من رو میزنه، ولی نمیدونه که I said my girl to ching down you. چه پنیریه. ما هیچ وقت کات نکردیم. اینا همش واسه اینه که بدخواه رو بکنیم تو سطح زباله در بیاریم. Bro, have a nice one. Bro, yeah. Love. Take care. آخیش همونجایی که دیگه نمیخوام پاکت سیگار بگیرم، میخوام برم سیگار نخی بگیرم، برم یه 2 تا نخ سیگار نخی بگیرم، بعد برم دنبال کامرامنه. پرچم همه جا ایران بالاست.
داداش ای پی با فلانی بیاید یه 50 کی به من بدید، یه 25 تا هم به اون یا 50 تا هم به اون مساوی دیگه. ای پی هم واسه تون میبندیم، چرا که نه؟ چرا تو رپ فارسی نباید از این پولای خارجی باشه؟ بعد میگین چرا میرید مارکت های دیگه کار میکنید؟ چون از این پولا نیست، نه اینکه شما بدید ها، ولی همینایی که میان چه میدونم رئیس هتل‌های فیلانن و این اسپانسرها، خب اینا در میارن انقدر، اینا بیان انقدر بدن. ای پی هم واسه تون. Hi bro, how you doing? You good there? Yeah. Can I have 2 single cigarettes please? Cheers bro. Thank you. اینم از این 2 تا نخ سیگارم گرفتم. اینم گفتم اینم تو 7 روز دیگه ادامه داره دیگه. حاجی رفاقتی واسه میدونی کی بود؟ رفاقتی مال سال 2021 بود که مثلا 10 کی پلی رو ساوند کلاود پشمامون میریخ میگرفتیم. اون زمان مال رفاقتی بود. الان دیگه شده بیزنسی. الان دیگه داستان بیزنسیه. جان همینجا وایسم این صندلی، همینجا وایسم روی این صندلی، اخ سیگار با هم بکشیم. عشق خودتی عزیزم، مرسی، خودت عشقی، شما عشقید. بیام اینجا انرژی خوب بدید، انرژی خوب هم در جریانتون میذارم دیگه. این تایمی هم که موندم تا برسه کامرامنه استواد با هم میکنیم. حاجی یه دونه میم دیدم پاره شدم خنده. زده بود صدای کفتر تو وای کاش رو میتونستم بهش ریاکت بدم. توی شهرهای مختلف، تو یه شهر زده بود که مثلا اسپانیا، تو انگلیس زده بود، زده بود ایران. بچه‌ها اون 3 تا اکانت اسپاتیفای رو حاجی شما، من احساس میکنم خیلی تایم آزاد تو دستتون دارید. اینا رو چجوری به مغزتون میرسه؟ اصلا همون میمایی که واسه من درست کردید اینا پشمای من ریخته. باشه همون کشور، حالا کشور آخیش. ببین من این قسمت از صبح خیلی دوست دارم، چون کافیه رو که میزنم داغیش که میره پایین، یه پکم از این که میزنی اصلا کارات میشه و علف دیگه نیازی نداری. دوستانی که علف بازم من پیشنهاد میکنم شما یه رول بزن خب، ولی اینو روشنش نکن. هر وقت نسخ شدی بذار لب دهنه 2 تا کام خاموش بگیر، باور کن دیگه نسخ نمیشی. ساعت اینجا 10:30، 10:30 صبح. همونطوری امروز خوشحالی ها، خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. اگه خانوم پیجیکت ند اینجا توی کامنت فوش به ما نده خوشحالیمون ادامه هم پیدا میکنه. بچه من سیگارم مارلبورو تاچه، ولی این ریچمونده چون نخی گرفتم، نمیخوام یه پاکت بگیرم بکشم.
سیگارش خیلی آروم میسوزه، فکر کنم یه چیزی توشه. بچه فاصله من تا خونه بهتون میگم خیلی کمه. هر لحظه امکان داره بلژیکت با سامورایی بیاد سراغم و خودش دستی لایو قطع کنه. چون این تونی قدیمه، این تونی که دارید میبینید جان، تونی قدیم. تونی از قدیم این شکلی بوده. تونی میومده لایو از این چیزا براتون میگفته. آره ببین این داستان داشت به شوهرداش با کن، داشت به بچه را میرفت، گفت داستان اینجاست که دوباره باید بهت اعتماد کنم و اون جاده قدیمی رو دوباره برم. ای وای. بچه عموتونی چند وقت دیگه اینجوریه، داره کالسیه ایرانه. وای سریع کارا رو بدم که بچه اون موقع دیگه وقت ندارم. سریع تا تونی قدیمیم لذت ببریم. آره همون که اون گفت. تونی بیبیه بعد و بیتشو خود زدی. آره اون موقع بیت میزدم. ببین اون موقعی که میدید کارهای متفاوت میدم، چون بیت خودم میزدم هر چی دم دستم میخواستم. الان پرودوسرها با شناختی که از من دارن فقط ریل بابا خودم خسته شدم. چند تا بیت متفاوت بفرستین. بیت کلاسی رو رفتم از بیستن سایت بیت از تو یوتیوب دانلود کردم. نمیفرستید واسه من بیت های دیگه، فقط واسه من دریل میفرستید. اگه واسه من بیت های قشنگ متفاوت بفرستید، من توانایی اینو دارم که سبکای دیگه هم کار کنم مثل قدیم. نمیفرستید که. چی فکرشو بکرد یه روزی بیت زن رپ فارس جهانی کنه؟ تو بیت زنی. بیت مرد چرا بیت مرد نه؟ آره دیدی چقدر دیر میسوزه؟ خودم پشمام ریخته. صبح پا شدم برم مغازه سیگار بخرم، کریپتومو نگاه کردم دیدم ایتریوم ندارم. بیناموس کدوم مغازه‌ای ایتریوم قبول میکنه که ما نمیدونیم؟ یارو رفته بود به کانتری دانس و پیام داده بود، زده بود که سلام من تو تیم قدیمی تونی بودم، تونی داره میخواد اسکم کنه مردمو، بعد میخواد از اسم شما استفاده کنه. بعد یارو اسکرین شاتشو فرستاده اینجوری میکنه، میگه حاجی این چقدر هیتره، چی میگه این کسخل؟ پیامش هم باز نکردیم. کمبا رکوی بچه پایین من پام دیگه شاخ در بیاره. آلبوم کانتری دانس بچه‌ها فوریه میاد، سینگلمون هم همون موقع میاد. این ماه کلاسی رو داریم با ریمیکس مردر ساید. فیت بانی هم منتظرم حمایتاتون رو روی مردر ساید ببینم تا یه دونه موزیک ویدیو قول بدم بالا. سیگاره زیاد دود نمیده، هوا هم هست اینجا.
تونی بچه نسخ کار احساسی هستیم. ببین 2 تا احساسی بستم، یه دونش رو پرژیه، اسمش یه دونش بازم شبه، اسم یه دونش هم یه نمه است، یه دونه هم همون بیت است که با هم کلمات انتخاب کردیم. 3 تا کار احساسی بستم، منتظرم به تایمش بیاد. طرفای ولن میدمش بیرون. رپ من قرار مجاز بشه. باور کن ببین یه هفته است اصلا چنل منلا رو چک نمی کنم، انقدر مغزم راحته، نه مهمه دیگه کی چی میگه کی چی میذاره. یه مدت اصلا من باورتون شاید نشه، من تا قبل داستانای مهسا امینی و اینا اصلا هیچ کدوم این چنل رو چک نمی کردم. البته ناگفته نمونه رپ بد نیوز رو همیشه بهش کردیت رو میدم، چون با ادمینش هم صحبت میکنم، خیلی هم چنل خوبیه. به حرف کوتاهش هم گوش کردم، ریاکشن ها رو بستش و اینا، دوست دارم، ولی اونم دیگه چک نمی کنم. کلا عادت چک کردن چنل ها رو از سرم بیرون انداختم. هوبک هم میدم. بذار امروز برم موزیک ویدیو رو ضبط بکنم. امروز داشت داره موزیک ویدیو رو ضبط بکنه، رو بقیه کارا هم کار میکنه. آخیش این بوده از هات چاکلت امروز. داداش من باید برگردم به دوره 2021 هم. من دیگه به کسی ریچ اوت نمی کنم. یه بار با آقای این سطح اکانت سپاتیفای یه بار به خاطر شما ریچ اوت کردم، یارو دیس بهمون داد. من دیگه به کسی ریچ اوت نمی کنم داداش. هر کی میخواد ریچ اوت کنه به اسپانسرش میگه که به من ریچ اوت کنه. چون تو رو به عنوان گارانتی میگیرن، فکر میکنن که آره الان نیاز داری. وایسه بی سر و ته از سمت کسایی که 1/4 من بوک میشن. برش کن. تونیمان مسلط باش. بیتش رو سخته بذارم. نهو کن. چی میپوشی واسه موزیک ویدیو؟ همین کاپشن. الان دارم میرم شلوار بردارم، کاپشن شلوار. ببین کلاسی انگار دین لایف منه، یه روز تو زندگی واقعی همینجوری میرم یه دقیقه شاپ، یه دقیقه سنترال لندن پیاده میشم کارو بگیره و زندگی واقعی خودم دیگه. همینجوری میرم و با لباس میگیرم. لباس چیزی نمیپوشم. یه فیت دیگه با پوتی
یه اینترویو فعلا باید با پوتی بدم، اون اینترویو رو بدم، یه کارم با هم بدیم. بچه دیدی چقدر خوشحال بودم اول صبح؟ دیدی چقدر خوشحال بودم؟ خیلی خوشحال بودم اول صبح. همین ببین، من خوشحالیم فقط همین 10 دقیقه‌ای که از خونه میام بیرون، لایو رو میذارم، بعدش دوباره برمیگردم تو ماتریکس. تونی زندگی تو لندن چطوره؟ بعد 5 سال اینجا زندگی کردم یه چیزی رو میتونم بهت بگم. ببین واقعا الان تا ایرانید لذت ببرید، حالشو ببرید. ببین اینجا بیای انقدر باید پول اضافه در بیاری و پول اضافه بدی واسه زندگی ساده‌ای که تو ایران داشتی. دهنت سرویسه. آسلر باشی اوکی ها، ولی دهنت سرویسه. دهن همه سرویسه، دهن همه تونو. از من نمیشه خواهی بشنوی، از یکی بپرس که 10 سال اینجاست. اینجا اینجوریه، کل اروپا کلا اینجوریه، مخصوصا اینجا. خیلی باید کار کنی، هم باید خیلی کار کنی، هم باید خیلی حواست باشه. باز تو ایران اگه پول به دلار داری از ماتریکس خارج شدن راحت تره تا اینجا فکر کن همون پولو در میاری. الان ما مثلا میشنم بچه‌ها میگن که چی؟ میگن که آقا ما میریم رستوران میشه 600,000 تومان. ایران خیلی جالبه شده دقیقاً قیمت اینجا، چون اینجا هم مثلا میری رستوران چه میدونم یه پرس غذا میخوری میشه 10 پوند، همون 600,000 تومان تو ایران میشن دیگه. تو ایران میشه. با حال بدک نیست، ولی حال کنید تو تهرانید. هودریچ زیاد نمیپوشی آجی. هودریچ تا قبل اینکه عمو جیم وارد داستان بشه هنوزم اسپانسر چیز میز واسه هم میفرسته، ولی هودریچ رو انقدر این اچه سالای مثلا 16-17 سال پوشیدن دیگه اون معنی برند رو نمیده. هودریچ میدونی یه خورده از نظر فرهنگی چیز شده، داون شده. فولی پید هم همینطور. اینا هم برندهای خفنی هستن ولی خب دیگه شدن گود برند معمولی. و عمو جیمیچی توی سفری که ما ایتالیا رفتیم گفت ببین اگه میخوای با دیو و سنترال سی و اینا فیت بدی ایریز و ریریز، این چیزیه که هست. همونجوری که مردم میبینن و از چشمشون اینفلوئنس میگیرن، اینا هم میبینن که تو چی میپوشی و باید زبون اونا رو صحبت کنی، باید یه ذره دریپ تو استپ اپ کنی، باید چه میدونم حالا چپستار همچنان اوکیه، ولی چه میدونم گوچی، لوی وی، اینا رو باید مثلا چیز بکنی اگه میخوای با زبون اونا صحبت کنی.